وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. این هفته البته روی موضوع توسل ناجائز میپردازیم که توسل ناجائز چی هست. شاید برای بعضی ها اصلا تقسیم بندی توسل بر دو بخش که جایز یا ناجایز هست عجیب باشه و غریب باشه و پذیرفتنی نباشه، چون با آیه‌ای که آنها استدلال میکنن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، که ای مؤمن ها شما از خدا بترسید و توسل و وسیله تلاش بکنید برای رسیدن به خدا. اینجا دیگه بحث جایز و ناجایز مطرح نیست، وسیله بگیرید هر چیزی که باشد. این تقسیم جایز و ناجایز برای بعضی ها شاید شگفت آور باشه یا پذیرفتنی نباشه. در آغاز من میخوام استاد سلیمانی عزیز اگر همه باور را شما پاسخی برای این باور داشته باشید، برای بعضی ها اصلا تقسیم کردن توسل بر دو دسته که جایز یا ناجایز، مشروع یا نامشروع، همین تقسیم یک چیز جدید و نوپیدا هست و پذیرفتنی برشان نیست. میشه بگویید که شما از کجا این تقسیم را آوردید که خداوندی که وسیله گفته بود تلاش بکنید و مطلق گذاشته بود، اون آوردید مقید کردید که جایز ناجایز؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سوال بسیار مهمی است آنچه که شما اشاره فرمودید و شاید به ذهن بسیاری از مخاطبین و بینندگان ما هم این خطور کرده باشه و دستاویزی است برای بسیاری از کسانی که در باب توسل به بیراه رفتند. درست. که الله متعال در سوره مبارکه مائده آیه 35 می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. بله. ای کسانی که ایمان آورده اید از الله بترسید، پرهیزکاری پیشه کنید، تقوا و در این مسیر به هر حال وسیله جستجو کنید، تلاش کنید. این وسیله الان اینجا همونجوری که شما اشاره کردین، این وسیله به هر حال مطلق هست. معنایی که در ظاهر برداشت میشه اینه که یک آنچه که سبب تقرب به الله متعال میشه و تقسیم بندی در این قسمت نشده. درست. اما ما همیشه یک قاعده کلی داریم در باب فهم آیات کلام الله مجید که تفسیر آیات قرآن کریم رو ما باید با آیات دیگر قرآن کریم در وهله اول بسنجیم. یعنی اگر یک برداشتی از یک آیه کلام الله مجید مخالفت داشت با آیات دیگر از قرآن کریم، این برداشت نادرستی است از اون آیه. چرا که حرف شما دقیقاً مانند حرف آنهایی می باشد که میگویند قرآن دو نوع هست، یک ظاهر است و یک باطن. نه، این باطن قرآن نیست، اینم خود ظاهر آیات قرآن است. مسئله اینه که ما وقتی که هر برداشتی از آیات کلام الله مجید، دقیقاً این صحبتی که من گفتم در رد همین باور هست. درست. اگه بیشتر بهش دقیق بشیم، هر برداشتی از آیات قرآن کریم که متغایر و منافی با و مخالف با دیگر معانی آیات کلام الله مجید باشه، مفاهیم دیگر قرآن کریم باشه، این برداشت نادرست است و ما همون برداشت‌های باطنی که خیلی ها میارن و هیچ نسبتی نداره با اصل آیات کلام الله مجید، یکی از دلایل رد اونها این است که آیات دیگر اون رو رد میکنن. یعنی یک برداشتی از یک آیه که آیات فراوان دیگری در مخالف با اون معنا قرار میگیره. درست. و خود الله متعال فرمود که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر آیه در قرآن تدبر نمیکنند، ببینید بحث تدبر در قرآن است، یعنی اولا که باید تدبر در قرآن صورت بگیره و این تدبر در قرآن اگر انسان تدبر بکنه میبینه که اگر از غیر الله تعالی می بود ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یکی از دلایل اینکه این کلام یعنی قرآن کریم از طرف الله متعال هست اینه که در این کتاب اختلافی وجود نداره. اختلاف به چه معنی؟ از دلایل حقانیت این کتاب هست. اختلاف یعنی چی؟ یعنی یک قسمت کتاب با یک قسمت دیگه کتاب، یک آیه با یک آیه دیگه معناش در تضاد نیست. پس خود تدبر از همین آیه 82 سوره نساء که اشاره کردیم بهش، تدبر در قرآن
یکی از اصول تدبر درست و صحیح این هست که اون تدبر و اون فکر و اون برداشت در مخالفت با قسمت دیگری از قرآن نباشه. درست. اگر بود دیگه خود به خود اصلا معنا پیدا نمیکنه، چون خود این کتاب زیر سوال میبره مثلا اون تصور و تفکر. الان ما در موضوع توسل هم دقیقاً همین قاعده رو داریم. ما از کجا اومدیم و تقسیم بندی کردیم توسل جایز و ناجایز؟ از خود آیات کلام الله مجید. ما وقتی که الله متعال اینجا در 35 سوره مبارکه مائده برای ما معرفی کرد که توسل رو شما محکم بگیرید، یعنی توسل بکنید برای تقرب به الله متعال، می‌بینیم که در آیات دیگری از کلام الله مجید باز به انواعی از توسل که عده‌ای به نیت تقرب به الله متعال حتی دقیقاً همون چیزی که هدف توسل هست، به نیت تقرب و با ادعای تقرب به الله متعال انجام دادن، می‌بینیم که الله متعال اونها رو مذمت میکنه و بلکه فعل اونها رو شرک میدونه و بلکه اونها رو تکفیر میکنه و بلکه اونها رو وعده به دوزخ میده اگر از این کار دست نکشن و بلکه به اونها میگه اینها زیان بارترین کارها رو انجام میدن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که اینا گمان میکنن که به راه راست و به اون راه اصلی رفتن و کار نیک انجام میدن، در حالی که به بیراه رفتن. درست. ما اینه که در آیات کلام الله مجید برای ما شرح داده که پس ما توسلی داریم که این توسل ناجایز است. از کجا ما این رو از کدوم آیات دقیق تر حساب میکنیم؟ از آیه 3 سوره مبارکه زمر که الله متعال میفرماید که کسانی میومدن غیر الله متعال رو به فریاد میخواندن و استغاثه میکردن و کمک میطلبیدن از اونها و عبادت میکردن اونها رو، غیر الله متعال رو، هر کی که باشه. درست. و حجت اونها چی بود در پاسخ به اعتراض دیگران در فعل اینها؟ اونها میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا، ببینید بحث لیقربونا، ما اینها رو عبادت نمی کنیم مگر اینکه ما نیت ما از این کار اینه که ما رو به تقرب حاصل بکنیم نزد لیقربونا الی الله زلفا، تا ما اینها سببی بشن ما پیش الله متعال بیشتر قرب پیدا بکنیم. این عین ادعای آنهایی است که امروز غیر از الله را میخوانند. اونها این شکل میگن که ما اینها را عبادت نمی کنیم، آمدن ما به قبر اینها، به زیارت اینها تنها به خاطر رسیدن به الله است. و همین معنا رو ما با تعبیر دیگر به صورت واضح‌تر در آیه 18 سوره مبارکه یونس داریم. درست. اونجا به الله متعال میفرماید و یعبدون. حالا طرف خودش که نمیگه من عبادت میکنم، اما کاری که داره میکنه عبادته. این دعا کردن، این استغاثه کردن، این نذر و نیاز کردن، این عبادت است. دقیقاً. این یا فلان مدد گفتن این عبادته. حالا این کوم نگه عبادت بکن، حالا کسی بره جلوی کسی خم بشه رکوع بکنه میگه نه من این عبادت نمیکنم. خب حالا تو اسمش عوض کردی، من تعظیم میکنم، حالا اسمش شما بگذار تعظیم، ولی این عبادته. من کسی میره پیش پای کسی سجده میکنه رو من این رو عبادت نمیکنم، من به نیت تعظیم و احترام این کار میکنم، این عبادته. حالا شما به نیت هر چی میخوای انجام بدی. کسی مثلا طواف دور کعبه عبادته و خاص کعبه است. حالا بیاد کسی بره دور ستونهای مسجد النبی، دور خود مسجد النبی، حالا مسجد الاقصی، حتی حالا بقیه مساجد، بقیه قبور جای خودش، بره دور اینها بچرخه، من عبادت نمیکنم، من تعظیم میکنم. خود همین چرخیدن دور یک مکان به نیت به هر حال تقدس اون مکان این عبادته. حالا شما اسمش رو تعظیم میگذاری، شما اسمش رو یک عرف میگذاری، رسم میگذاری، ورزش میگذاری، نمیدونم. شما وقتی که به نیت تقدس این کار انجام میدی میشه عبادت. درست. الان الله متعال در 18 سوره مبارکه یونس میفرماید اینها و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، میپرستیدن غیر الله متعال رو، پرستش میکردن، عبادت‌های زبانی، قولی، جانی، مالی. درست. کسانی رو که نه نفعی برای اینا داشتن و نه ضرری، و میگفتن و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها شفاعت ما رو نزد الله متعال میکنن. ما در توسل جایز که باز هم در اقسام توسل جایز که شما اشاره فرمودید در برنامه گذشته بهش اشاره کردیم به تفصیل، گفتیم دعای رجل صالح مثلا یکی از اقسام توسل بود. ما که از آیات قرآن کریم هم دلیل آوردیم برای اینکه این مشروع هست و فعل برادران یوسف علیه السلام در سوره یوسف که یعقوب علیه السلام رو رفتن پیشش و ازش خواستن برای اونها دعا بکنن در آیه 97 سوره مبارکه یوسف. ما این مورد رو اشاره کردیم که یکی از عبادت ها، یکی از توسل های جایز و یکی از عبادت هایی که ما برای تقرب به الله متعال از اون استفاده میکنیم چی هست؟ دعای یک انسان صالح و رجل صالح. و این دعا رو ما به چه نیت از اون میگیریم؟ به نیت تقرب به الله متعال. و این دعا گویی که این دعا خودش یک چی هست؟ یک شفاعت است. شفاعت
شفاعت یک انسان صالح وقتی کسی دست بلند میکنه پیش الله متعال دعا میکنه که فلانی رو ببخش، در اصل داره این چیکار میکنه؟ این در اصل داره شفاعت میکنه دیگه. این خودش یک شفاعت است. الان الله متعال میفرماید یک عده غیر الله متعال رو می اومدن عبادت میکردن و میپرستیدن به این حجت که اینها شفاعت ما رو میکنن پیش الله متعال. پس ما از اینجا برداشت میکنیم از مجموع این آیاتی که ذکر کردیم که درست. ما یک توسلی داریم ناجایز، ولو اینکه اون توسل ظاهرش چی است؟ ظاهرش مثل توسل جایز است. نیت و هدف همونه. نیت چی است؟ لیقربونا الی الله زلفا. و وسیله حتی وسیله‌ای که استفاده میشه شبیه برخی از توسل‌های جایزه. بحث مثلا شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها میان شفاعت میکنن ما رو نزد الله متعال. و ما در بحث توسل جایز رفتن پیش انسان صالح و خواستن دعا از اون رو گفتیم هیچ اشکالی نداره. این خود دعا خواستن یک نوع شفاعت است، اما شفاعت جایز، اما توسل جایز. الان ما باید بررسی بکنیم که خب این شفاعتی که اونها انجام دادن، اون شفاعتی که مشرکین مکه انجام میدادن و آنی که الله متعال در آیه 18 ذکر می‌فرماید که اینها توسل به نیت تقرب توسل‌های انجام میدادن که الله متعال اونها رو مذمت کرد. در آیه 18 فرمود که قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، الله متعال از چیزی خبر میکنید که نه در آسمان و نه در زمین در علم الله متعال همچین چیزی وجود نداره. و الله تعالی پاک و منزه است اما یشرکون، از این شرکی که اونها انجام میدن. این نوع توسل الله متعال اصلا شرک نامید. این نوع توسل الله متعال شرک نامید. الان این دلایل اشاره میکنه، پس ما از این دلایل میفهمیم که توسل جایز داریم و توسل ناجایز. اگر حالا ما مثلا میگیم که توسل دو قسم است، توسل جایز و توسل ناجایز، یعنی این یک چیز من اختراعی شما نیست. این مجموعه آیات کلام الله مجید این معنا رو میفهمونه. ما وقتی که آیات رو کنار هم میگذاریم این معنا رو و این برداشت مشخصه و ظاهره که توسل یک بخش جایز داره و یک بخش ناجایز. و اگر این گونه نبود الله متعال مذمت نمی‌کرد کسانی رو که به نیت تقرب به الله متعال که همون به حال توسل است متوسل شدن به یک عده غیر الله متعال و الله متعال اونها رو مذمت کرد. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني